سید اسمت هاشمی روانشناس هستند. حضور پیدا کردن. جناب هاشمی صاحب خوش آمدید به برنامه. تشکر. به نام و یاد خداوند بزرگ عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیز شما و خدمت بیننده هایی که همین اکنون بیننده برنامه زیبای شما هستند. امیدوار هستم که سرشار از انرژی مثبت و توکل به خداوند منان باشید. سلامت باشین هاشمی صاحب محترم. خب گرچه شما در پیوند به موضوع امروز بخش روان درمانی آگاهی حاصل کردین، ما قرار است در پیوند به اختلال شخصیت خودویرانگری صحبت هایی داشته باشیم. خب اولین پرسش را از اینجا آغاز میکنیم جناب هاشمی که اگر میشه شما یک تعریف ساده یا کلی و جامع که بتونن بیننده های ما بدانند که خودویرانگری یعنی چیست و آیا خودویرانگری یک مشکل روانی محسوب میشه؟ تشکر. سلامت باشین. خب موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم یک موضوع واقعا مهم و اساسی هست که اگر بیایم در کل بدانیم که حالا خود ویرانگری چی هست و بیشتر از عزیزای ما که مبتلا به این مرض هستند، آیا ما به اون افراد اشخاص میتونیم بگیم که مشکل روانی داره یا فردی است که دچار اختلالات روانی است یا خیر؟ خود البته همین خود ویرانگری یک مشکل بسیار خطرناک روانی هست. در کل مشکل است که سبب میشه یک فرد نه توانایی‌های خود را بشناسه، نه کار بتانه برای خود انجام بده و در اجتماع تمام مشکلاتی که حالا ما با او هستیم، چی مشکلات معنوی است، چی مشکلات حالا مادی است که اینا تجربه میکنند و همیشه با دیگران ارتباط ناسالم دارند. خود ویرانگری یعنی این که ما به خود به نحو توهین بکنم، خود را تحقیر بکنم، خود را تنبیه بکنم، خود را همیشه از دیگران کرده بالاخره پایین بدانم و حتی ما بیان کردیم در بعضی از مسائل که ما حتی موفق هم شویم، یک کار انجام هم بتیم، زمانی که ما او کار انجام بتیم به خود میگیم که خب ما خوش شانس بودیم، ما چانس آوردیم که این کار انجام داده توانستیم و موفق شدیم. در کل دیگران کار زیاد میکنن، دیگران لیاقت این موفقیت را دارن، من ندارم. افراد اشخاصی که چنین باور و اعتقاد دارن و چنین طرز نگرش و برداشت دارن در زندگی، قطعا اونا هستن که با خود ویرانگری روبرو هستن و دوچار این مشکل روانی شدن. در کل همین که ما به خود توهین بکنم، این را میگن خود ویرانگری. ما خود را توهین بکنم و ندانم، خود را کم بگم و ندانم که خود را کم گفتیم. و همیشه در هر جاه در هر مکان ما دیدیم بیشتر کلمات به زبان خود می آوریم و دنبال این نیستیم که این کلمات آیا به سود است یا به ضرر است. حتی کلماتی است که بسیار ویرانگر است، توسط او کلمات ما احساسم بد میشه، من نگرشم منفی میشه، ما توانایی خود را از دست میدم، ولی باز هم کلمات رو به زبان خود می آورم. در بعضی حتی ما دیدیم در مصاحبه ها که میگن سلام و خسته نباشید دارم. ببینید سلام خب بسیار خوب است، اما خسته نباشید خطرناک است. ما بعضا میگیم دست درد نکنه، بسیار چیز خوب بود. چرا درد بیان کردیم؟ ما نمیفهمیم که حالا درد برای ما ضرر میرسونه، حالا که بسیار خطرناک است. حتی در بعض از ما میشنویم آهنگ ها را شاید بیشتر از دوستان ما بشنون که میگه زندگی چیست، حالا بیشتر فلسفهش کلان است که خون دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن. خطرناک است دیگه. یعنی خودش یک نمونه از خود ویرانگری است. خود ویرانگری یعنی ما خود را ویران میکنیم، نگران میشیم و طرز تفکر خود را منفی میسازیم و باور درست خود را نسبت به زندگی از دست میدیم. یعنی زندگی خون دل است، یعنی ما باید خون دل بخوریم که زندگی بکنیم، چون ما به این باور رسیدیم. و بس و مسائل دیگه هم هست، کلمات خیلی زیاد است که ما داریم. مثلا بعضا مبارزه هم که میکنن، مبارزه با فقر و بدبختی. اصلا فقر و بدبختی چرا میگیم؟ چون ضمیر ناخودآگاه ما با فقر و بدبختی آشناست، مبارزه را که نمیشناسه. خیلی ما اصلا باید واژه هایی که بیان میکنیم متوجه باشیم. چی من میگم؟ اصلا میگم یگانه که خاک در سرت چه مثلا نشی بودی، همین خاک در سر کلمه بسیار خطرناک هست. همین مثلا بسیار احمق انسان است، همین کلمه احمق بسیار خطرناک است، برای خودم تاثیر میکنه، خودم ویران میکنه، حتی توانایی خود را از دست میدم. پس یعنی به قول گفتگوی شما، یعنی انسانی که خود ویرانگر باشد حتی گپی که به دیگران میزنه خود را ویران میکنه. بله، یعنی ما بیشتر اوقات ما از شما سوال میکنم، زندانی زیاد رنج میبینه یا کسی که زندانبان است؟ یک سوال از شما دارم، اگر بگین.
طبعا دیگه حتما زندانی بیشتر رنج میبینه. بیشتر از دیدگاه ما روانشناسا کسی که زندانبان است رنج بیشتر میبره. کسی که زندانی است خب دیدگاهی است که من شاید باز شوم روز من آزاد شوم، آزادی رو تصور میکنه. ولی کسی که زندان نگهداری میکنه، زندانبان است یا نگهبان زندان است، او همیشه نگرشش در زندان است، هیچ گاه فکری رو نمیکنه من شاید روز آزاد باشم. پس ما یعنی تردوشون زندانی است. بله، یعنی کسی که حداقل ما بعد دیگران بیان میکنیم حرف بد را، حرف زشت را، ما حتی گفتیم که حرف های منفی مولکول های وجود ما را خشک میکنه. از این کرده که بالای او شخص تاثیر داشته باشه، بالای خودم تاثیر بسیار خطرناک داره. من اگر بیم دیگران را توهین بکنم، در اجتماع با اونا حرف بد و زشت را استعمال بکنم، اگر 10% بالای اونا تاثیر بکنه، 90% بالای خودم تاثیر میکنه. پس بسیار خطرناک است. جناب هاشمی بسیار خوب، اگر شما لطف کنین در مورد ویژگی هایی که یک انسان خود ویرانگر می داشته باشه، البته چه ویژگی های خاص و همون ویژگی هایی که بیشتر همراهشان سر کار داره چی است در زندگی و در ارتباطات روزمره‌ایش با دوستا و اعضای فامیلش؟ تشکر و سلامت باشین. خب ما بیان کردیم که حالا کسانی که خود ویرانگر هستن بسیار انسان‌های بالاخره اگر بگم طبقه پایین اجتماع حساب میشن و اونا نمیتونن در زندگی به چیز خوب برسن. اینال ما ویژگی های انسان هایی که خود ویرانگر است اونا رو بیان میکنم با بیننده های عزیز که اگر اینی ویژگی ها در وجودتان هست کوشش بکن که ویژگی ها رو نداشته باشین، چون کسانی که خود ویرانگر است ویژگی رو داره. ویژگی های زیاده است اگر بیان بکنم الهام جان، ولی ما میخوایم کوتاه مسائلی که بسیار زیاد تاثیر زیاد داره، ویژگی هایی که بسیار زیاد عمده هست در وجود کسایی که خود ویرانگر است بیان میکنم. اولین ویژگی در وجود این افراد اشخاص همین است که من نمیتونم. کلمه نمیتونم در دهان از اینا زیاد است. یعنی چه؟ یعنی اینا اعتماد به نفس ندارن، همیشه نمیتونم. دکتر شاید نتونم. تو توانش داری. ما بارها برای شاگردایم گفتیم که اینی کار تو انجام بده، مثلا اینی سایلای تو به آماده شاید نتونم. دکتر صاحب امکان نداره. کسانی که نمیتونم در دهانشان است اینا خود را ویران میکنن، با یک نحوه به خود ضربه میزنن، با یک نحوه باعث میشن که خودشان را از موفقیت دور بکنن، با یک نحوه باعث میشن که خودشان را از کارهای بزرگ دور بکنن. خیلی خوب است که ما کلمه نمیتونم در زبان خود نبیاوریم، باورمند باشیم. همین که بسیار یک تخلص خوب شما گذاشتین، باور. یعنی ما باید باور داشته باشیم، باورمند باشیم که قطعا ما استعدادی که حالا او فردی که در امریکاست او داره، ما هم را دارم. استعدادی که مثلا ایلان ماسک داره، جو بزوس داره، مارک زاکربرگ داره، بیل گیتس داره، لری پیج داره، ریچارد برانسون داره، اونا را کلش ما دارم. اونو استعداد کو داره، ما هم دارم. باورمند باشم کار که او کرده ما هم انجام داده میتونم. او توانایی که او داره، حالا فیسبوک از زاکربرگ دور کرد، ما هم میتونم تواناییش دارم. خیلی کسانی که خود ویرانگر است نمیتونن، باورشون نیست که من نمیتونم. یعنی اولین ویژگیش همین. ببخشید وقتی که به طور مثال که یک انسان آیا فکر نمیکنین امو شرایط و وضعیت و حالت رو وقتی که میبینه واقعا خودش اگه خود بشناسه و بدونه که می کارا نمیتونه انجام بده و از عهدهش بسیار سخت تمام شوه، یعنی که بعضی کارهای بسیار دشوار باشه و واقعا اون شخص نتونه این کار انجام بده، فکر نمیکنین گفتن نمیتونم منطقی است؟ در بعض از مسائل ما گفتیم، برای بعض ها میگیم حتی نه خودت استاد گفتی که من میتونم پرواز کنم، میگم من میتونم پرواز کنم. خب بعضی چیزها هست که ما اصلا از عهدهش بر آمدن نمیتونیم. ما یک قانون داریم به نام قانون پذیرش در کائنات، بپذیریم کاری که من نمیتونم رو انجام بدم. حرف مایی است الهام جان که باید تلاش خود را بکنیم، به عنوان انسان زحمت خود را بکشیم، قدم برداریم. وقتی تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، نتونستیم بازوج بگیم نه امکان نداره. بازو نمیتونه یک ضربه بسیار محکم نه خیر هیچ. ببینید یکی از بزرگ مردای دنیا هست به نام، حالا شما شاید با نامش بشناسین، بیل گیتس رئیس مایکروسافت آفیس، یک گپ بسیار زیاد معقول داره. میگه وقتی که برای ما گفتن که تو انسان بسیار بزرگ هستی، وقتی خرد بودم به ما گفتن تو انسان بزرگ هستی، تو میتونی کار بزرگ انجام بدی، یک پیرمرد به ما گفت، ما گفتم شاید همون تو حرف ناق است که برای من میگه، ولی من تلاش کردم، زحمت کشیدم، نتونستم موفق شوم. و خود گفتم این حرفی در حق مصدق نکرد، من نبودم بزرگ، اصلا من انسان بزرگی نبودم. اوجا بود که من میگه باز دوباره حرفای در ذهن، نه حتما وقت ما این عمل کرد داشتیم، این عمل کرد ما خطا بوده. یعنی من بزرگ هستم ولی این کار ما کار کوچک بوده. ما به دوستای خود میگم ما بسیار انسان بزرگ هستیم، ما خدا شده نمیتونیم، هر چیزی که در این دنیا بخوایم به او رسیده میتونیم، چون ما نماینده خدا هستیم. ما را خداوند روح خدا گفته در وجود شماست، و نفخت فیه من روحی. ما را گفته که خداوند نماینده خود عزت بر ما نصیب کرده، ارزش داده، توانایی داره.
ما میتونیم انجامش بدیم. ولی طبعا زمانی که ما یک کار میخوایم انجام بدیم، وقتی از عهدهش برآمدن نمیتونیم، یک احساس ناامیدی بر ما حالا دست میده که حالا تو نتونستی، تو از دیگران که توانید کم است. خب این چیزها را باید اوجست که ما اقدام بکنیم و کلمات به زبان خود نیاوریم. ما تلاش خود کردیم، زحمت خود کشیدیم، خب نشد دیگه که نشد. درست. هاشمی صاحب، ما گرچه از ابتدای بخش سوالات داشتیم در رابطه با تعریف خودویرانگری و بعضی مسائلی که در پیرامون این موضوع میچرخه، خب اگر میشه راهکار پیشنهاد کنید، شما چی راهکاری را پیشنهاد میکنید یا روش‌های مفید به دیگه هم بود که خدمت شما عرض برسونم. نهایتا چون برنامه وقتش کم است نتونستم ویژگی‌های دیگه را بیان بکنم. میخوایم راهکارها را بیان بکنم. راهکارهای زیادی هست که ما را کمک میکنه تا از خودویرانگری نجات پیدا بکنیم. اولین راهکار همین است که ما بیایم در حقیقت عبارات تأکیدی را به زبان خود بیاوریم که ما را کمک بکنه. وقتی از خواب صبح بیدار شدیم باید عبارات تأکیدی بگیم که من انسان فوق العاده عالی هستم، من خیلی عالی هستم، من میتونم کار انجام بدم. این عبارات هرچند که به زبان بسیار ساده میآید ولی تاثیر شگرف بالای زندگی ما داره، تاثیر 100% بالای زندگی ما داره. شما ببینید یک فردی که میگه من عالی هستم چقدر تاثیر میکنه، یک فردی که میگه من خوب هستم چقدر تاثیر میکنه. خب بیایم خوب است که عبارات خود را خوبتر بسازیم، دست بکشیم از خوب بودن، حرکت کنیم به سمت عالی بودن، همیشه عالی باشیم، فوق العاده باشیم. اولین راهکار همین است. دومین راهکار همین است که ما خود را ارزشمند بدانیم، با ارزش بدانیم. کسی که خود را به ارزش میدانه اونو خود ویرانگری میکنه، همیشه به سمت بالاخره کارهای رو می آوره که منفی هست. پس من باید ارزش گذاری بکنم، به خود با ارزش بدانم. ما یک 3 اصل دارم در زندگی که میخوام بیان بکنم. اولین اصل همین است، اگر میخواهیم دیگران ما را دوست داشته باشه، خود را دوست داشته باشیم. اول خود را دوست داشته باشیم. اگر من خود دوست نداشته باشم طبعا دیگران هم مرا دوست ندارند. اولین موضوع همین است، اولین اصل زندگی. دومین اصل زندگی سالم همین است که من باید به خود احترام بکنم، بعداً از دیگران توقع بکنم که دیگران به من احترام بکنن. اگر امروز من به احترامی میشه در هر جای مرا خوب مردم نمیگن، احترام به من نمیکنن، اول به خود ببینم، یک جلسه دوتایی برگزار بکنم با خودم که چی کار انجام دادم، کدام عملکرد من سبب شده که دیگران به من احترام نمیکنن. سومین اصل همین است که من به خود عشق بورزم. من دنبال این نباشم که دیگران مرا بگه چقدر مقبول هستی، چقدر لباس خوب پوشیدی، چقدر والا انسان نیک هستی. به خود بگم، اول خود تشویق بکنم، به خود عشق بورزم. نیاز نیست مثلا من یک لباس میپوشم دنبالی باشم که دیگران چی میگه، دیگران نگفت لباست خوب است. خود به خود بگم که لباس سرالی است. سلامت باشین هاشمی صاحب محترم که در بخش روان درمانی حضور پیدا کردین و از نکته‌های گرانبهایتان مستفید شدین. سلامت باشین. زنده باشین. دوستان عزیز، این بود بخش روان درمانی شام 1.